استیو جابز میگه من آدمای باهوشو استخدام میکنم که بهم بگن چیکار کنم. دورت کیان؟ آدمای باهوشتر و بهتر از خودت؟ با آدمای خفن‌تر از خودت اصلا میشینی؟ جرأت داری توی جمعی بری که آدما از تو بهترن، یا دوست داری جاهایی باشی که تو از بقیه بهتری؟ اگه اینجوری هستی واقعیتش رشد نمی‌کنی خیلی. تو باید یه جایی مواجه شی با ندونستن‌های خودت، بلد نبودن‌های خودت و نداشتن مهارت‌هایی که روشون وقت نذاشتی. من چجوری لول اپ میکنم؟ میرم میبینم من توی یه سری موضوعات از بقیه عقب‌ترم. اوکی، توی این زمینه من یه سری چیزا رو بلد نیستم، مهارت ندارم، تمرین نکردم، کمتر دیدم، میخوام ارتقاش بدم. میرم با آدم‌های معاشرت میکنم که تو اون زمینه خیلی از من بهتر. بله، احساس بدی پیدا میکنی، یه جایی ممکنه خودت رو ببازی، ولی قوی باشین و بپذیرین که یه بخشی از پروسه یادگیری تاب آوردن در برابر ندونستن‌ها و نتونستن‌ها و بلد نبودن‌هامون. آدمای باهوشو استخدام کنید، با آدمای باهوش معاشرت کنید، با آدم‌های بهتر از خودتون در خیلی از زمینه‌ها معاشرت کنید. کم کم که بالاتر میری، خب تو می‌بینی تو توی زمینه بهتری، دوستانی داری که تو در یک زمینه‌های دیگه بهترن و مکمل هم میشید، به هم کمک می‌کنید. ولی قصه اینه که تاب اینو داشته باشین. بعضی آدم‌ها رو می‌بینم اینقدر خود شیفته شدن، فقط با آدمایی معاشرت می‌کنن که خودشون از اونها بالاتر باشن، که به اونا بگن که ما خفنیم، ما لیدریم، ما تاثیرگذاریم. نه، تاثیرگذاری این نیست. تاثیرگذاری اینه که تو بتونی در یک تعامل خوبی با آدم‌ها باشی، تو یه چیزی به اونا یاد میگیری، تو یه چیزی از اونا داری یاد میگیری و این باعث رشد میشه.